بابا جان لطفاً درباره او این خیلی گپ نزنید. بین حالا هم او رو پشتیبانی میکنی؟ دامولا پنداشتیمش دوست برآمد، دامادش پنداشتیم ساخته کار برآمد. این حال را بین دخترم آخر. بابا جان چند بار دیگر به شما بگویم زیا را به این ازدواج من راضی کردم. کلتکی لس بودنش گناهی تو زورا. او را دامولا زیا گفتیم، دوست داشتیم، حرمتش کردیم، آدم کلتکی لس برآمد. گوش کن زورا، تمامی مجبور کردن من برای خوبی توست. ای کت را من از خوردیش میشناسم. اگر از تو را خوشبخت کردنش باور نمی داشتم برای خاندار شدنت مجبور نمی کردم. من دیگر خوشبخت شدنم رو فکر نمی کنم بابا. لیکن می سنجم، به خاطر شما می سنجم. بهترین، بسیار خوب، بسیار خوب. تو یک تای من هستی، یک تای من هستی، یک تایم. حالا خانت را آباد بکن، بعد کار را سر میکنی. یک سال شد که به جای کارت قدم نمانده ای، همین خیلی؟ من کار کردن نمیخواهم. چی نمیخوایی؟ تو چی فکر داری که من چرا به این ازدواج تو را مجبور کردم؟ خودت را جمع میکنی، به کارت برمیگردی، مانند پیشین یک زن بسیار زیبا میشوی و پیش راحت کشاده میشود. روزهای نیک تو را انتظار است. آن کلتکی لس گفتنی آدم را اکنون فراموش میکنی. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım.